بکنید. همین موبایل تو اسلامی بکن، موبایلت مؤمن بکن. امروز شیطان خیلی حرفه‌ایه، مثل شیطان 300 سال پیش نیست که زمان اولاغ بوده. امروز شیطان موبایل دستشه، امروز شیطان ماهواره در اختیارشه، امروز شیطان انگلیسی داره صحبت میکنه، امروز شیطان هنرهای نازیبا رو زیبا جلوه میدهد. خیلی مدرنه. امروز شیطان اینترنت و ماهواره و موبایل و کامپیوتر و امکانات زمانش و امکانات عصر دستشه. شیطان امروز حرفه‌ای است، مؤمنین هم باید حرفه‌ای باشن. با همین موبایل در 1 ساعت جلوگیری از 4 تا خودکشی شده با همین موبایل. چقدر سوال شرعی دارن، تو اون گوشی دنیاست نمیخواد ببیندش، زنگ میزنه این مشکل دارم راهنمایی میکن. موبایل شده وسیله راهنمایی و نجات و ارشاد. همه مینالن که آبجو و مشروبات الکلی تو کل مناطق به کثرت داره توزیع میشه، مثل آب خوردن. چند سال پیش یادتون بیارید من میشناختم از اینجا کارگرانی می آمدن سرو کار عملیگی میکردن، بنایی و گل میکردن، تو این باغها گرفتار بودن. امروز خدا در باز کرده. چند روز پیش یک نفر به من گفت که یک جوان 16 ساله در 16 سالگی صاحب 900 میلیون تومان پول بوده. پول خودش، نه پول باباش. 16 سالش 900 میلیون تومان پول، کار سیگار میکرده. 900 میلیون تومان پول، 16 سال سن. کاش که کار سیگار میکرد. بعد از اینکه به 900 میلیون تومان پول رسید، یه دوستیش از همون دوستان نابابش در گوشش گفت تو خودتو خسته کردید، 900 میلیون تومان پوله، سیگار ول کن، نون توش نیست. 16 سالش 900 میلیون تومان. دیگه کارتون سیگار نبر تا سر نمیدونم پشت تنگه فلان و فلانجا تحویل بدید 100,000 تومان بهت بدن. کافیه که یک سرویس مورفین ببرید تا شیراز یا تهران، کافیه 2 میلیارد تومان. این سرویس دیگه چه؟ مورفین ببر، یک سرویسش 2 میلیارد تومانه. جوان 16 سالش 900 میلیون تومان. نمیگم 9 میلیون تومان ها. دانشجو داریم که دنبال 100,000 تومان گرفتاره مسکین. دانشجو داریم که دانشگاه قبول شده، سرمایه منطقه شماست، به خاطر 100,000 تومان ترک تحصیل میکنه. پیام نور قبول شده، فقط پول کرایش میخواد. 100,000 تومان پول ورودیش نداره. جوان 16 سالش 900 میلیون تومان داره. یه دوست ناباب شهرستانی بهش میگه دیگه سیگار بسه، سیگار دیر آدم پولدار میشه، یه سرویس مورفین ببر، 2 میلیارد سودشه. 900 میلیون رفت، خودش هم 10 سال رفت زندان، گرفتار شد. سرمایه که ایمان ما رو غارت بکنه به درد چی میخوره؟ آدم تعجب میکنه. منطقه ای که تا دیروز کار نبوده، مردم کار گل میکردن، عملگی دستشون تکه تکه شده بود، شکر خدا میکردن. امروز شراب بیاد و آبجو بیاد و عرق بیاد و فیلمهای مبتذل بیاد تو منطقه و اون را به عنوان یک سرمایه بپذیرن و بعد تو عروسی هاشون مثل شربت بدن و بعد مست بشن. من فقط فرق عروسی اسلامی و سالم و غیر سالم میگم. شب جمعه عروسیه، قرار شده مشهورترین خواننده ارزن و نمیدونم که جاز میزنه، اسمش نمیبرم، تو منطقه بیاد تو عروسی شرکت بکنه، جاز بزنه. ساعت 1 بعد از ظهره. شب عروسی ساعت 9 شروع میشه. ساعت الان 1 بعد از ظهره. آدرس کجاست؟ محله فلانی. نمیگم روستای شما، محله فلانی. عروسی با حضور خواننده فلان.
ساعت 1 بعد از ظهر، ساعت 9 عروسی شروع میشه. 9 ساعت مونده. کم کم میبینی که موتورها پشت سوارن، دارن میرن میان. بفرمایید. چشم انشالله. قربونه. ساعت 1 بعد از ظهر موتورها پشت دارن میرن رو خیابونو میان با سرعت، یا تک پشته میره برمیگرده 2 نفر سوارن، میره برمیگرده 3 نفر سوارن، تعداد موتورها زیاد میشه، سرگردونن. حالا ساعت 1:30 شب، ساعت 9 عروسیه، 4-5 تا موتور با هم میشن. ساعت 2 برمیگردن از یه جایی، هر کدوم 3-4 تا پلاستیک دستشونه. یه پلاستیک همون عرق دستاز توشه، یه پلاستیک نمیدونم آبجو توشه، یه پلاستیک میوه توشه. حالا ساعت 2 ساعت 2 همه جمع شدن، 5-6 تا موتور، 10 تا موتور، 30 نفر سوارن، دنبال یه جا میگردن. یه کوچه پس کوچه زیر درختی تو دیوار خرابی، همه بچه های من و تو، فرزندان من و تو، چون که پدرانشان میخوان شب جمعه عروسی غیر سالم برگزار کنن. از همون ساعت 1 اینا دنبال کارن. ساعت 4 موفق میشن که شرابشون رو بخورن. ساعت 4 بعد، ساعت 1 3 ساعت طول کشیده، ساعت 4 میخورن. 2 ساعت طول میکشه تا نعشه بشن. ساعت 6 نعشه میشن. ساعت 7 میان تو خیابونا. از ساعت 7-7:30 مالا 10 تا موتور پشت، 30 نفر دور اون خونه‌ای که عروسی دارن میچرخن. از این طرف با سرعت تمام کم کم سبکتر میشن و هرچی شراب کارسازتر باشه، ساعتی ازش بگذره، جرأت گناه اونها بیشتر میشه و ترس خدای اونها کمتر میشه و درندگی اونها بیشتر میشه. ساعت 9 ساعت 0 دوباره میرن جمع میشن یک جایی. این قمیصشون معذرت میخوام یکی این بالا میکشن، یک کابل اینجا گره میدن، هر کدوم هم یک موکت بر تو جیبشون. میخواد نماز جمعه بره یا نماز عید بره. عروسی غیر سالم یعنی این، یعنی جوان از ساعت 1 بعد از ظهر دنبال کابل و دنبال موکت بره. ساعت 9 با دهانی مست و پلید و ایمانی از دلش بیرون رفته، پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر یک مسلمانی که اهل قبله باشه یک قطره شراب تو حلقومش بریزد یا از پول فروش شراب بیاد تو زندگیش تبدیل به برنج و خورش و گوشت باشد و خودش و فرزندانش بخورد، ایمان از تو دلش در می آید، مثل قمیصی که از سرت در میاری بالای سرش میماند اینطوری. و اون قدر از خدا فاصله میگیرد با یک قطره شراب که تا 40 نماز جرأت ندارد که نزدیک نماز بشود. ساعت 4-5 وقتی دیگه شراب مستشون کرد، حالا دنبال موکت برن و دنبال کابلن. با نیت کابل و موکت بر میاد تو عروسی شما پدرم، برادرم، مادرم، خواهرم، برادر مسلمانم، به قصد عروسی شما، به قصد موکت بر و کابل با خودش میاره. حواسش هم که سر جاش نیست. کسی دست به سینه‌اش بزنه موکت بر در آورده. تا بخواید دستشو بگیرید از پشت دوستش که با شراب خورده. من نامرد نیستم که پشت رفیقم خالی بکنم. موکت بر دوم آمده دو کمر پدر داماد و عروس. ساعت 9 شب عروسی رو به هم میزنن، تبدیل به خون میکنن. عروسی تمام میشه، کینه ها میماند، آدم کشی ها شروع میشود، همدیگر را کمین میگیرن، در مستی همدیگر رو خورد کردن، اما بعد دیگه در هوشیاری کمین میگیرن، در غیر عروسی کمین میگیرن. به ما توهین کرد، خانواده ما را زیر سوال برد، بچه منو کتککاری کرد. خب پسر تو مست بوده سر عروسی، موکت بر در آورده، دیگه پشت درخت و پشت تپه کمین هم میگیرن در حالت هوشیاری که انتقام فلان عروسی رو از فلان طایفه بگیرن. و همجور وقتی خون به میان آمد دیگه آدم آرام نمیگیره. از کجا شروع شده؟ از ام الخبائث،
10 نفر در شراب پیامبر لعنت کرده، 10 نفر. اون فروشنده، اون